الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. 5 6 نفر برادران به مسجد داخل شدند و خواستند که نماز عصر را بخوانند. آنها تقویم نماز را از تلفن‌هایشان دیدند که تلفنی بعضی از آنها تقویم نماز را از نظر مذهب شافعی نشان میداد و تلفنی یکی از اون نفر از نظر مذهبی حنفی وقتی نماز را نشان میداد. از نظر مذهب شافعی تقویم را 45 دقیقه پیش از وقتی نمازی که در مذهب حنفی می شود نشان میدهد و وقتی نماز عصر را مذهب حنفی 45 دقیقه بعد از مذهب شافعی نشان میدهد. یعنی داخل شوی وقتی عصر در نزد مذهب شافعی 45 دقیقه پیشتر از مذهب حنفی است. مذهب حنفی 45 دقیقه دیرتر از مذهب بارک الله فیکم شافعی است. در این حالت یکی از اونها همراه جماعت نماز نمیخواند، میگوید که مذهب من حنفی است، من بعد از 45 دقیقه نماز میخوانم. بالاخره همراهشون نماز میخواند و نمازش رو یعنی گشته میخواند، زیرا که یک طالب علم حنفی والله اعلم صوفی یگون از این اهل بدعت فتوا میدهد که نمازت فاسد است، باید گشته خونی. قول حق اینجا کجاست؟ بارک الله فیکم. مسئله رو ما فهمیدیم که چه حالا شده است، لیکن در اینجا اولا باید دونسته شود که در مسئله وقت نماز عصر دو قول وجود دارد. قولی مذهب، دو مذهب وجود دارد، مذهب حنفی، مذهب ابو حنیفه رحمه الله حنفی میگیم، و مذهب جمهور علما شافعی، احمد ابن حنبل و روایت از مالک. چی میگن؟ روایت جمهور علما این است که میگن هر یک چیز سایه اش یک برابر خودش شود وقتی نماز عصر داخل می شود. مذهب حنفی میگه که هر یک چیز سایه‌اش دو برابر خودش شود بعد نماز عصر داخل می شود. قول صحیح کدام قول است؟ قول جمهور علما است، شافعی، احمد ابن حنبل و روایت از مالک. پس بارک الله فیکم، قول صحیح همین است که وقتی در آمدن نماز عصر همون وقت می شود که هر یک چیز مثلا یک چوب است، همین راست گذارید سایه‌اش رو میبینید، به طرف آفتاب میمونید میبینید که سایه همون یک چوبی که شما گذاشتید سایه اش مثل خودش باشد، نماز عصر در آمد. اما از نظر حنفی سایه اش دو برابر شود، یعنی بعد از یک 40 دقیقه 35 45 دقیقه بعد میدارد، که البته نظر مذهب ابو حنیفه در اینجا ضعیف است، زیرا که وقتی نماز رو حضرت جبرائیل علیه السلام به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کرده است، وقتی نماز کاملا بیان است. چه که روایت امام مسلم به این دلالت میکرد، حدیثی دراست که حضرت جبرائیل آمدند نماز فجر، نماز ظهر، نماز عصر، نماز شام، نماز خفتن رو در اولی وقتش خواندند، دوم روز آمدند نماز این 5 وقت نماز رو در آخری وقتش خواندند و گفتند که الصلاه بین هذا الوقتین، نماز بین این وقت است. و آشکار و واضح دلالت میکنند که نماز عصر در وقتی هست که یک چیز سویش یک برابر خود شد. و از همین جهت تمام علمای اهل سنت و جماعت مذهب ابو حنیفه را ضعیف میگند و کسی که میگه که نماز فاسد شده است او باطل گفته است، او از اهل بدعت است، او متعصب است، او سبحان الله مذهب پرست است و مذهب پرستی را واجب گفته است. ما چی میگیم؟ ما میگیم که برادران عزیز مذهب واجب نیست، مذهب واجب نیست، بله به همین واسطه مذهب شما می آموزید، سنت رو می آموزید، اما پیروی کردن از یک این مذهب و دیگر مذهب رو انکار کردن و یک مذهب رو پیرو شدنش رو واجب گفتن، اعوذ بالله، این یک قولی باطل است که حجت ندارد، برهان ندارد و به این سخن هیچ دلیل قرآن و سنت الله و رسولش نگفته است، بلکه پیرو شدن واجبیت این اتباع واجب کردن به رسول الله صلی الله علیه و آله است. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی نماز رو خودشون بیان کرده هستند، ابو حنیفه خطا کرده هستند. ما میگیم همیشه ما باید به سنت صحیح ثابتی که اومده است به ما رسیده است باید به همون پیرو شویم. انا این رو میگن تقلید کردن، گمراه شدن، تقلید مذموم، تقلیدی که جایز نیست. این رو میگن مذهب پرستی، تعصب. برادران عزیز بارک الله فیکم، کسی که فاسد گفته است البته از اهل بدعت است و قولی یا که بگیم در اینجا کسانی که درست در وقتش نماز خونده اند این همین 4 5 نفره که از نظر امام شافعی خوندند. بارک الله فیکم.